شاهدی میده به اقرار خودشان اقرار داره که غیر از الله دیگه کس لایق عبادت و بندگی نیست. بله شهادت فعلی خبر میده مردم که بله الله یک و یگانه است دیگه شریک نداره. امر میکنه مردم که ای مردم بیاید طرف الله، یک الله را پرستش کنه، قبرها را پرستش نکنه، پیر صاحب ملا صاحب پرستش نکنه، درختها را چشمه ها را پرستش نکنه، غارها را پرستش نکنه. ای نه ایگا پارا بیرقا را پرستش نکنه، لطه ها و رختایی که در سر قبر انداخته شده او را پرستش نکنه، الله را پرستش کنه. قرآن کریم در اینجا سه شهادت ذکر کرد: شهادت الله، شهادت ملائک و شهادت کی؟ علما. اشاره به شان علما میکنه. چرا؟ شهادت علما مقرون به شهادت الله است. عالمی که واقعا عقیده توحید بر ملا میسازه، مردم دعوت میده، مقام و منزلتش امو قدر زیاد است که شهادت عظیم مقارن با شهادت کیست؟ الله تبارک و تعالی است. از دو خاطر جزء مهم علم عالم همیست که در توحید تیر شود، در خدمت توحید تیر شود. ما انشالله که در هر مجلس و موضوع که یک شنگ به توحید ندیم هیچ امکان نداره. یک موضوع توحید در یک بخشش حتما بیان میکنیم، حتما نمیگذاریم شه. چرا؟ توحید بیان کردن مسئولیت ماست، وظیفه ماست، ما باید بیان کنیم، حتما واضح بیان کنیم، پرت و پرده نه. همینطور واضح بگویم که شاید شمشیر علیه رحمه چیزی کردن نمیتونه، ولی هست به پیش الله قدر و قیمت داره. و قدر و قیمت کی داده؟ خلیکن مشکل کشا واجت روا، مریض جور کده، اولاد داده نمیتونه. ایره به مردم باید واضح بسازیم. چرا؟ اگر واضح نسازیم مادرم با سبا میره اونجا آلوچک میپرته او شور میده که بچه شوه. همونطور میکنه یا نمیکنه؟ خواهرم این کار باز میکنه دیگه. اونجا میره باز میگه که فلانی بچه را نصیبی ما بکو. صحیح است؟ بچه میره فلانی دختر را نصیبم بکو، دیگه میره که فلانی دشمنی مرا بکوش. این کارا را اولیا کرده نمیتونه. این عقیده توحید الله است، باید واضح بیان شود، گنگ بیان نشود. چرا؟ این وظیفه ماست و درجه ما که بلند میشه به می خاطر بلند میشه که ما شاهدی به توحید الله بدیم. شهادت ما چند قسم شد؟ 4. تصدیق در دل، اقرار در زبان، بگوی خبر دادن مردم و امر کردن مردم. یعنی اینجا 4 مرحله برای شهادت شد که علما شاهدی میدن. قائما بالقسط 2 مطلب داره. در حالی که الله تبارک و تعالی قائم شاهدی میده الله به یکی نیست لایق پرستش و بندگی غیر از الله. الله هم شاهدی داده که غیر از قابل پرستش و بندگی غیر از خودش دیگه کس نیست. ملائکه هم همین شاهدی را میده که بزرگترین مخلوق و پاکترین مخلوق است و همیشه در ذکر و تسبیح و تعلیل الله مصروف است. بعد از او مردمایی که بصیرت کامل داره، فکر عمیق داره و که خیلی زیاد تلاش کرده که علم حاصل بکنه و هم همین شاهدی را میده. خود شاهدی الله در کدام حالت است؟ قائما بالقسط که قائم است، یعنی انتظام کننده است. کلی عالمه بالقسط، به انصاف انتظام کرده. انتظام تکوینی را هم کرده، تشریعی را هم، کلش به انصاف است. انتظام تکوینی الله به انصاف است. انسان به این حلیه پیدا کرده، به این رنگ، اینی قسم دست، اینی قسم چشم، اینی قسم گوش داده، بالکل عدالت مراعات کرده. درخت اینی رقم پیدا کرده، سیب به اونو رقم، شفتالو را اونو رقم، انگور خرما را اونو رقم، کور به او سیستم، بگوی حیوان به او سیستم، پرنده را به او سیستم. در تمام کائنات و مخلوقات الله عدالت چی کرده؟ رعایت کرده. هیچ نوع نقص در کائنات نیست، نقص نیست. الله هر چیز مطابق عدالت پیدا کرده، کس انتقاد کرده نمیتونه. یک آدم گفته نمیتونه که چشم من چرا داخل است، چرا در پیش روی است، چرا در مابین جانم میبود؟ نه نمیتونی. که اگر ادنا اعتراض بکنی دستی در سر فرق سرت میخوری. همون طور است یقینا. این عدالت تکوینی میگه. بله الله تبارک و تعالی قائم به عدالت تشریعی هم است. انتظام و تدبیر عدالت تشریعی را هم کرده. اگر ما را مکلف به روزه کرده، به نماز کرده، به حج کرده، به زکات کرده، به هر کاری خیر کی کرده، مکمل عدالت چی شده؟ رعایت شده. بی عدالتی در او قطعا نشده.
از او خاطر هر فیصله الله تبارک و تعالی عادلانه است. چرا؟ الله ظالم نیست. آلی الله امید میگه لا اله نیست لایق عبادت بغیر از الله دیگه کس. توحید شد، در مقابل توحید چی قرار داره؟ شرک. چی قرار داره؟ یعنی لا اله نیست قابل پرستش و بندگی، بس کسی که پرستش و بندگی دیگه کسا میکنه چی میکنه؟ شرک میکنه. الله بغیر از الله، بغیر از الله کسی معبود دیگری نیست. معبود حق در مقابل معبود چیست؟ باطل. معبود باطل کدام است؟ بگوه. هر جایی که مردم در اونجا سجده میکنه حاجتای خدا از پیشش میخواه. العزیز و زبردست ذات است، در مقابلش کی میه؟ عاجز. الله عاجز نیست، در امرش نافذ است. حکیم جاهل نیست. چی نیست؟ در مقابل جهل میآید. چهار مسئله موضوع ضروری است. یک، قائما بالقسط شهد الله، شهیدی میده الله انه لا اله، که شان سخن است لا اله نیست لایق عبادت و پرستش الا هو بغیر از الله. یعنی الله شهیدی به اینمی مضمون میده که لایق بندگی و پرستش غیر از الله دیگه کس نیست. الا هو والملائکه و اولو العلم، شهیدی میده الله که نیست لایق پرستش بندگی بغیر از الله. یعنی الله شهیدی به توحید میده، حال کون توحید که قائم بالقسط است، یعنی توحید قائم است به انصاف. توحید قائم به انصاف است. اونجا الله قائم بود به انصاف، انتظام او میکرد. اینجا توحید سری چیزی که شهیدی داده شده او قائم به انصاف است، استوار به انصاف است. یقینا توحیدی طور یک امری است که بالکل عدالت دور رعایت شده. چرا؟ به خاطری که تمام امورات ما محول به کیست؟ پیدا کننده الله، تربیت کننده الله، رحم کننده الله، بگوی بخشش کننده الله، حساب کننده چی؟ لیکن چطور شده میتونه که علی سر سجده و عبادت به کسی دیگری پایین شوه؟ عدالت تقاضا میکنه که به کسی دیگه سجده شوه، عبادت شوه؟ نه، قطعا نمیشه. از این آیت براتان واضح شد که توحید چقدر امر مهم است که الله خود شاهدی میده. عقیده یکتاپرستی الله امر ضروری است. و در اینجا فضیلت صاحب علم هم بیان شد که صاحب علم چقدر فضیلت به نزد الله داره. خب به خاطر بیان توحید داره. اگر بیان توحید و امر به توحید نمیکرد، تصدیق به توحید نداشت، اقرار به توحید نمیکرد، باز دیگه او مقام و منزلت داره؟ نداره. الله ما را از جمله علمای چی بگویم بیان کننده توحید جور کنه. ان الدین عند الله الاسلام، یقینا نظامی که معقول و جامع است، یعنی اون نظامی که یقینا انسان در سعادت ابدی نائل میسازه، عند الله بنزد الله تبارک و تعالی الاسلام، و نظام اسلام است. اسلام عبارت از دو چیز است. بعد از ذکر توحید الله میگه آلی نظامی که الله پیشش پسندیده است اسلام است. کسی که این نظام قبول نداره قطعا قابل قبول نیست و مقبول نیست به نزد الله. این نظام باید قبول داشته باشه. اسلام کدام نظام است؟ از دو چیز جور شده. انقیاد کامل، یعنی تسلیمی کامل برای کی؟ الله تبارک و تعالی. دوم چیز در اسلام چیز؟ اخلاص عمل، که هر عملت خالص برای کی باشه؟ الله باشه، خالص برای الله باشه. اینی را به نام اسلام یاد میکنه. اسلام دین کلی انبیاء علیهم السلام بود. دین کلی انبیاء اسلام بود. ابراهیم خلیل الله میگفت ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمة لک. در ذریه خود که بعد از انبیاء دیگه آمده کلشان فقط نظامشان اسلام بود. اسلام چی مانا؟ مکمل تسلیمی به فرمان کی و در عمل اخلاص مراعات کردن. اخلاص تقاضای دو چیزا میکنه که امر خالص برای الله انجام بدی و به نقشه کی انجام بدی؟ محمد رسول الله. او وقت اخلاص است، در غیر از او اخلاص نمی باشه. اسلام اینمی را میگه و این دین کلی انبیاء علیهم السلام بود. البته لیکن دین پیغمبر علیه السلام یا شریعت پیغمبر به این نام اسلام خیلی شهرت چی؟ زیاد پیدا کرد. چرا زیاد پیدا کرد؟ به خاطر که یقینا در میدان عمل امی کسی که گرویدی امی شریعت بود، امی رقم تسلیمی را کردن. برخلاف امتای دیگه یهود مکمل تسلیم نشدن. صفات پیغمبر علیه السلام بیان کردن؟ نه. عزیر علیه السلام نعوذ بالله شریک به امرای کی دانستن؟ الله. از او خاطر مکمل تسلیم نشدن. نصارا مکمل تسلیم نشدن.
بلکه عیسی علیه السلام چی گفتن؟ یا الله یا سیوم الله یا بچه الله. مشرکین هم مکمل تسلیم نبودن. چرا؟ ملائکه را بنات الله گفتن. نعوذ بالله. دین اسلام مکمل تسلیمی به الله است با امرای اخلاص. خیر آلی اگر کسی اسلام میگذاره دیگه طرف میره حالتش خراب است. آلی نتیجه را بیان میکنه. و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نکردن و کسانی که برشان کتاب داده شده بود، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر یا اختلاف کردن پس از اینکه آمد برشان علم به حقیقت اسلام، به واقعیت یمی دین و نظام. بغیم بینهم، از روی نادانی کار کرد، نه از روی ضد بازی، ضد و عناد. بینهم در بین خودشان، از او رو اسلام مکمل تسلیم نکردن. و من یکفر بی آیات الله، کسی که انکار میکنه به احکام الله، به دلایل توحید الله، فإن الله سریع الحساب، پس یه آدم اقتش محاسبه میشه، مطابق اعمالش جزا داده میشه. فإن الله، چرا که الله تبارک و تعالی سریع الحساب، زود حساب کننده است. قرآن در اینجا بر ما میگه که اصل نظام خو اسلام بود، مکمل تسلیمی به الله. اختلافات از کجا پیدا شده؟ الله بر ما گفت که مردم ها اختلاف نکردن، خصوصا اون مردم ها که کتاب برشان داده شده بود، مگر از روی حسد و عناد در بین خودشان. دو عامل مذمت این مردم بود. اسلام دین اختلاف نبود. چرا؟ مکمل تسلیمی به الله بود، اخلاص عمل خالص برای الله بود. اینجا نظریات اج نمیچلید. چرا؟ نظام مکمل تسلیمی برای کی بود؟ خب لیکن این مردم ها نظریات پیدا کردن، اختلافات شروع کردن. اوی نظریات پیدا کردن، اختلافات شروع کردن، از دو وجه مضموم شد. یکی مضموم به خاطری که اگر برای از یاد دلیل نمی آمد یا برای خود را رجوع میکرد، باز یک عذر معقول داشتن، یک توجیه میشد. لیکن یا عذر معقول نداشتن. چرا؟ به خاطری که من بعد ما جاءهم العلم، دلیل و سند قوی برای حقانیت اسلام موجود بود. چرا یا اسلام گذاشتن، رفتن عنعنات، خواسته ها، پرداخته های خودم مجموعه دین جور کردن. نه، این کار کردن، به اسلام اکتفا نکردن، بلکه از خود یک چیزی دیگری را هم اضافه کردن. دوم مذمتشان اینمی اختلافات یا جور کردن در امور دین چیزای اضافه گیره از روی جهالت و نادانی نبود، بلکه بغیم بینهم، از روی حسد بدبینی که در بینشان بود. یا روادار ساخت که نمی قسم اختلاف شروع بکنه. یهود در بین خود، نصارا در بین خود و اردو طایفه در بین یکی دیگه خود اختلاف چی کردن؟ پیدا کردن. چرا؟ به خاطر که از خود دین جور کردن. نعوذ بالله. حالان که دین یک دین بود، تسلیمی به نظام الله، به نظام الله تسلیم شو، خیر و خلاص. راه های متنوع را اختیار نکو که مردم برش دعوت بدی. قرآن کریم خو مذمت اهل کتاب بیان میکنه که این مردم ها پس از اینکه علم برشان آمده بود، در کتابشان فقط یک اسلام معرفی شده بود، لیکن یا بودن که ارم الله و عالم و پیرشان از خود طریقه ها را چی کرد؟ جور کرده رایی بودن. مردم به این طور چیز مبتلا کرد که اصلی کتاب چی شد؟ بالکل از بین رفت. از امو خاطر خود یهود اعتراف به این دارن که توراتی که در دسترس ماست چی است؟ محرف است، تغییر خورده. کلی نصارا عقیده داره که هر 4 انجیل، متی و لوقا و یوحنا و مرقس، این کلش بعد از بالا شدن عیسی علیه السلام در آسمان نوشته شده شاگردایش، و این اصل کتاب هم نیست. شرح حال زندگی کیست؟ عیسی علیه السلام. خود به این یقین داره. معلوم شد که اصل اسلام یا از بین بردن، خود ساختگی ها را در ادیان خود شروع کردن و یکی دیگر را باز بد گفتن. یکی میگفت ما به حق هستم، دیگهش میگفت ما به حق هستم. و این به حق گفتن از روی انصاف هم نکرد، بلکه از روی چی؟ از روی عناد، ضد بازی. یکی به ضد دیگه شروع کردن، یکی دیگر را بد گفتن، رد کردن، نفاق پیدا کردن. اگر امروز ما مسلمان اسلامی که قرآن و حدیث معرفی کرده ای را در جا بگذاریم و آرا و نظریات یک عالم بیاریم و پیش کده بریم و یکی دیگه خودم چی کنیم؟ بد بگویم. از روی چی؟ از روی عناد و ضد. از روی عناد و ضد میفهمی؟ یک ملا صاحب بود، وای که همی شافیگک زنده می بود
که من قطعی چی معامله میکردم. هر جایی که میبینی خلافا لشافی، امام ما را بیخی خلافش فقط شافیگک کرده. شافیگک گفت من این را قطعش چی معامله میکردم اگر زنده میبود. چرا؟ آلی او حتی با این عقیده نداره که امام شافعی رحمت الله علیه یک عالم برجسته است، صاحب نظر هست یا نه. شما خود ترازو انصاف در دست خودتان که 4 مذاهب امروز عیناً هو به هو امی اختلافی که قرآن بیان میکنه فعلا هم موجود است یا نه، یکی دیگر رد میکنه یا نه، حتی نماز پشت یکی دیگر نمیخوانه. در کتاب فقه ما و شماست میگه نکای دختر حنفی با شافعی نمیشه، خب نکای دختر شافعی با حنفی میشه. یعنی در مرتبه کی قرار داده؟ اهل کتاب. در مرتبه کی قرار دادن؟ اهل کتاب. از خود اقوال جور کرده، نور دین جور کرده، اصل دین چیست؟ گم شده. نظریات مجموعه نظریات ما اصل دین جور شده، او اصل دین دیگه نیست. قرآن میگه یک اسلام است. از همون خاطر هر کس که چیزی جدیده خلاف اسلام پیدا میکنه و بدعت شمرده میشه، او دین نیست. و این هشدار خیلی سخت است. فین حاجوک فقل اسلمت وجهی لله. پیغمبر علیه السلام الله بیان میکنه یک جماعت آمده بود امرای پیغمبر علیه السلام گفتگو کرد در مورد اسلام، در مورد توحید. او جماعت از یهود بود. الله تبارک و تعالی طریقه را برای پیغمبر علیه السلام نشان داد که ای پیغمبر علیه السلام برشان بگو فین حاجوک اگر دلیل بازی میکنه امرای تو، یعنی پس از اینکه دلایل قائم شد بالای حق بودن اسلام، باز هم این مردم دلایل میگه، امرای تو میگه که نه اینطور نیست، اینطور است. یهود آمده بودن میگفتن نه دینی تو حق نیست، دینی ما حق است. تو دلایل برش پیش کردی یا دلایل قبول نداره. مناظره گفتگو تا وقت فایده‌مند میباشه که در او جانب مقابل احساس قبولیت باشه که بپذیره. ولی وقتی که احساس قبولیت نمیکنه، توی نمی قسم اعلان برش بکن خیر و خلاص، دیگه وقت تضایع نکن. وقتی تو قیمتی است، این مردم میخواه وقت تو را چی بکنه و تو را در یک امر ناسزا مشغول بسازه. از او خاطر فکری تا بگیری که این مردم شدنی نیست. چرا؟ دیا ماده پذیرش ایج وجود نداره. تو وقت تضایع نکن. همینطور مردم در وطن امام است، هر روز تلفن زنگ میاد که در مناظره میشینی یا نه، مسیج روان میکنه مناظره میشینی یا نه، ورق چاپ میکنه مردم روان میکنه در مناظره میشینی. مناظره برای چیست؟ برای اظهار حق است. مناظره خود شرایط برای خود داره. ما تو اردوی ما علمیت مناظره را داشته باشیم، دلایل داشته باشیم، با 3 نفر عالم بی‌طرف موجود باشه که دلایل نظر بکنه، بعد از او بازار کدام که مغلوب شد بعد جانب مقابله بپذیره دی خیر و خلاص. خب با تاسف که تو نمیپذیری، خودت برای ما گفته که آسمان زمین جور کنی، زمین ما نمیپذیریم دیگه. چرا؟ ما او قدر وقت بیجا نداریم که خطی تو خدا مصرف کنیم. ما درس داریم، تدریس داریم، تعلیم داریم. قرآن با پیغمبر علیه السلام میگه فین حاجوک اگر دلیل بازی میکنه، بحث و منازعه میکنه پس از ارائه کردن حقانیت دلیل اسلام، نظام اسلام، فقل برشان بگو در جوابشان اسلمت وجهی لله، ما خود تسلیم کردیم روی خود خاص برای الله، و من اتبعنو کسی که تابعداری مرا میکنه، یعنی صحابه مکمل تسلیم برای الله تبارک و تعالی است. دین ما اسلام است، ما خود مکمل تسلیم به الله هستیم، مکمل تسلیم با امر اخلاص عمل. چرا که اسلام نام هر دوست، ما به الله منقاد هستیم، فرمان الله را با چشم و سر با دل و جان میپذیریم و در عمل هم چی میکنیم؟ از اخلاص کار میگیریم. دلتان حالی اگر قطما میای مسلمان میشی اینی، اگر نمیشی بس دیگه ما را اله کنی، وقتی ما را ضایع نکنی. و قل للذین اوتوا الکتاب، بگو برای کسانی که داده شده کتاب، والامیین برای مشرکان بگو اسلمتم، آیا شما اسلام میاری؟ تسلیم به این نظام جامع میشه یا نمیشه؟ معنایش است که شوه. چرا اینطور نظام جامع که استوار به دلایل است دیگه کجا پیدا میکنی؟ فاین اسلم، اگر اسلام آوردن، فقط به مثل همی اسلام شما واره، فقط اهتدوا، یقینا که راهیاب چیست؟ راهیاب شدن، یعنی راه حق پیدا کردن. و این تولوا، اگر اعراض کردن از اسلام،
پس تو غمگین نشو ای پیغمبر علیه السلام. چرا؟ فانما علیک البلاغ، بالای تو فقط رساندن است. والله بصیر بالعباد، الله خود بیناست بنده های خود میدانه که کی لیاقت هدایت داره کی نداره. تو محض دعوت دادی خلاص شدی دیگه، الله میدانه قطع از یا معامله کردن. در اینجا الله تبارک و تعالی موقع متارکه را بیان میکنه، یعنی زمانی که همراه تو کسی دلیل و دلیل بازی میکنه تو دلیل پیش میکنی و نمیپذیره، بعد از او باز وقت تضایع نکن. آخری سلام به ای که ما خوینی منهجم اینی نظریه و مفکوریم. اگر قطماستی علی رأس و العین بیا، اگر نیستی دیگه مزاحم ما نشو. ما وقت نداریم. ما به مخالفین خود همینطور میگیم که مردم رای ما کتاب الله و سنت رسول الله است صلی الله علیه و سلم. با کل مذاهب چی که با کل علما احترام داریم. الله تبارک و تعالی ما را توفیق نده که ادناترین سخنه در شان یک عالم خیلی درجه پایان بگویم، چی جایی که درجه بالا داره. هر قول و هر حکم از ما که استنباط کرده موافق قرآن و حدیث است، بس سر رو چشم چی داریم؟ قبول داریم. اینی رای ما، اینی منهج و اینی عقیده ما. اگر قطمام ای گز ای میدان، اگر نمیه دیگه ما قط شما سر و کاری نداریم. دلتان که در قبر میری، دلتان که الاسقاط 20 مرتبه 100 مرتبه بکنید، دلتان که چیسته میلادا بری خود جور کنید، دلتان که 3 و 4 و 40 و 50 و 60 و 70 هم بکشی، برای ما چی؟ نه ما مقلد هستیم. دلتان که 1000 نفر تقلید کنید، به ما چی؟ ما قطعتان سر و کار نداریم. منهج ما عقیده ما معلومدار است. ما پیرو کتاب الله و سنت رسول الله هستیم. اجماع امت و قیاس هم دلیل میپنداریم، دلیل اظهار نه دلیل اثبات. دلیل اثبات قرآن و حدیث است، اجماع و قیاس دلیل چیز؟ اظهار. آرا و اقوال علما زمان قابل قبول و قابل چیست عمل است که موافقی کی باشه؟ هر نظریه ولو که از پدری ما باشه که مخالف قرآن و حدیث باشه رد است. اینی مسلک ما دلتان عالی. اگر قبول داره این، اگر نداره بری دیگه ده. خدا کنه که از 1000 قبر طلب کنی، مرا چی؟ برای ما چی؟ از ما چی؟ برو دیگه اینی کارا برش بگو. الله تبارک و تعالی و پیغمبر خود همینطور اعلان میکنه، به خاطر که عمر پیغمبر ضایع نشوه، وقتی پیغمبر ناروا نگیره برشان میگه. اگر اسلام آوردن فقط اهتدوا. معلوم شد که اسلام پیغمبر و صحابه معیار برای چیز؟ مقبولیت اسلام است. که همون اسلام مقبول است که به معیار کی باشه؟ پیغمبر و صحابه باشه. این شایدی الله تبارک و تعالی است که اسلام صحابه بگوی اسلام است. مثل که در آمن الرسول ایمان صحابه چی بود؟ ایمان است. حالی ما گفتیم که دین به نزد الله اسلام است، یعنی دین مقبول، دینی که الله میپذیره. پس این برای ما این درس داد که اگر امروز دین یهودیت و نصرانیت اگرچه به شیوه های مختلف و به شکل‌های مختلف داخل میشه، او دینا به نزد الله چی نیست؟ معتبر و قابل قبول نیست. درسی که درس دین است، شیرین و دل